به نام خدا. به سمینار دوم از سلسله سمینارهای تخصصی ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی در مورد آسیب پذیری تغییرات اقلیمی خوش آمدین. ما در جلسه قبل در مورد خود تغییرات اقلیم، در مورد چه اقدامات میتونیم تغییرات اقلیم کاهش بدیم یا میتیکیشن صحبت کردیم و همچنان در مورد ظرفیت سازگاری یا انطباق گپ زدیم. و امروز عنوانی که برای شما در نظر گرفته شده ماهیت و قدرت ارزیابی آسیب پذیری تغییرات اقلیم هست که اول اصلا ما ببینیم آسیب پذیری چیست، دارای چه اجزایی هست و به حساب توسط از چه پروسه‌ای رو ما دنبال کنیم تا به هدف خودمان برسیم. خلاصه چیزی که امروز گفته میشه ما باید به جواب این چند تا سوالی که در اینجا در اسلاید مشخص هست باید برسیم. یک، ارزیابی آسیب پذیری تغییرات اقلیمی چیست؟ اول ما بدونیم که اصلا این ارزیابی آسیب پذیری چی است و بعد چطور آسیب پذیری تغییرات اقلیمی تعریف و محاسبه می شود. و سوال بعدی که ما باید به جوابش برسیم پروسه انجام ارزیابی آسیب پذیری است که پروسه انجامش به چه صورت انجام میشه و در نهایت هم اجزای آسیب پذیری را چگونه ارزیابی می شود یا اینا را چگونه ارزیابی کنیم. خب منابعی که از طریق گروپ واتساپ در اختیارتان قرار گرفته شده یا داخل سایت موجود هست، این سه تا عنوان بود انشالله که قبل از جلسه مطالعه کرده باشیم. ما اهداف آموزشی که امروز دنبال میکنیم در این سمینار سه تا هدف آموزشی هست. یکی دانستن اجزای آسیب پذیری تغییرات اقلیم هست و دوم فراگیری پروسه انجام ارزیابی آسیب پذیری تغییرات اقلیم هست و هدف سومی هم که دنبال میکنیم آموختن طریقه ارزیابی آسیب پذیری هست. خب بخش اول که تقریبا این بخش اول همون سوال اول ما رو پاسخ میده که اجزای آسیب پذیری تغییرات اقلیمی چیست. قبل از اینکه اجزا رو برای شما معرفی کنیم اول میریم ببینیم که خود ارزیابی تغییرات اقلیمی چه هدفهایی را میتونه دنبال کنه و ما به چه چیزهایی میتونیم برسیم. ارزیابی آسیب پذیری میتونه موارد زیر برای ما نمایان بسازه. یک، شناسایی اجتماعات، اکوسیستم ها یا گونه هایی که احتمالاً به شدت تحت تاثیر تغییرات پیش بینی شده قرار میگیرن. ما مثلا یک پیش بینی داریم در آینده که به حساب هوا میتونه حالا گرم شود، بارندگی ها کم شود یا برعکس میتونه زیاد شود و طوفان های اینا زیاد میشه. ما باید اجتماعات یا اکوسیستم هایی رو در اینجا بتونیم شناسایی کنیم و مشخص کنیم که بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن که این قضیه میتونه به مدیرانی که در این زمینه کار میکنه براشون در اون برنامه‌ریزی هایشان که دارن یک سری اولویت بندی بهتری داشته باشن و اقدامات حفاظتی که انجام میدن بتونن بهتر اینا رو تعیین کنن و در راستای انجام از اینا فعالیت انجام بدن. و مورد بعدی که برای ما میگه اینه که دانستن که چرا، اول خوب شناسایی کنیم و بعد بگیم که چرا این اجتماعات، اکوسیستم ها و گونه هایی که هست در احتمال آسیب پذیری قرار میگیرن که این قضیه زمینه یا بستری را برای انکشاف مدیریت مناسب و پاسخهای حفاظتی میتونه فراهم کنه که بتونیم از منابع موجود ما بتونیم که صحیح استفاده بتونیم و پاسخهای حفاظتی که پیش بینی شده اینا را به حساب حدس بزنیم و در مقابل از اینا تدابیر اجرا کنیم. خب در اینجا دو تا نقشه آمده. نقشه‌ای که به حساب در اینجا مشخص هسته شما میتونید ببینین. این نقشه لند اسلاید ها هست. لند اسلاید اگر اطلاعات دارین که خوب هست، ولی اگر ندارین لند اسلاید ما به نام زمین لغزش هم میگیم، یعنی لغزش هایی که ممکن است در سراسر دنیا اتفاق بیفته و لغزش ها بیشتر در جاهای اتفاق میفته که در اونجا نشیبی ها موجود هست و یک سری کتله های ناپایدار هست که کتله های ناپایدار در اثر حالات تغییراتی که ممکنه به وجود بیاد از حالت پایداری نسبی که داره خارج میشه و سقوط میکنه و لغزش میکنه یا به قول آمینه ما و شما کج میکنه که حالا از یک قسمتی از کو میای پایین. حالا این میتونه عوامل مختلفی داشته باشه. به طور مثال زلزله میتونه یکی از عامل های ازی باشه، مثلا بعضی فعالیت های انجینری هم میتونه عامل ازی باشه یا انفجاراتی که هستن میتونه عامل ازی باشه. اما یکی از عواملی که دخیل هست و باعث
به وجود آمدن لندسلاید ها میشه تغییرات آب و هوایی هست. به طور مثال شما یک دامنی رو فرض کنید که یک سری کتله های یک با پایداری نسبی موجود هست و در اینجا بارندگی مثلا یک بارندگی سیلایی میشه، در اونجا مقدار آب زیادی رو توسط از اون کتله جمع میکنه، هم وزنشان زیاد میشه، هم به حساب زاویه اصطکاک بین ذرات کم میشه و در این حالت ای از حالت پایداری نسبی که داشته خارج میشه و یک دفعه لغزش میکنه و به سمت پایین حرکت میکنه که میتونه به چیزهایی که در سر راهش باشه، الا میتونه گناههای انسانی و به حساب حیوانی و همچنان میتونه به حساب نباتات اینا باشه، همه رو به اینا آسیب برسونه. خب اگر در این نقشه اگر نگاه کنیم، در این نقشه با رنگ‌های مختلف میزان شدت این لندسلاید هایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد اینا رو برای ما مشخص میکنه، یعنی یک پیش بینی شده از این قضیه. جاهایی که با رنگ روشن مشخص هسته، در اینجا ما شدت یا تعداد زمین لغزش های لندسلاید ها رو کمتر داریم و جاهایی که مثلا با رنگ ارغوانی کم رنگ هسته مثلا ما پتانسیل متوسط داریم و در جاهایی که با رنگ ارغوانی پر رنگتر نشان داده شده در این قسمت ها ما میزان تعداد و همچنان شدت زمین لغزش ها اینجا بیشتر هست. اگر نقاط سیاه رنگ هم که نگاه کنید تقریبا جاهایی هست که همین زمین لغزش ها اتفاق افتاده، این یک سابقه تاریخی ما در این قسمت ها داریم که در اینجا اگر شما نگاه کنید بیشتر مناطق کوهستانی، جاهایی که کوهستان و تپه ها و نشیبی ها وجود داره این اتفاق با وجود میاد که در بخش به حساب خاورمیانه، آسیای مرکزی و همچنین شمال هندوستان ما زمین لغزش های زیادی را داریم. خب و در مورد تصویر بعدی که به حساب یکی از مدل هایی هست که پیش بینی شده که تقریبا تا سال 2040 میلادی را آورده پیش بینی کرده از حوادث و خطرات طبیعی که ممکن است اتفاق بیفته. در این تصویر اگر نگاه کنید رنگ آبی که بر ما نشان داده شده در این قسمت ها جاهایی هست که احتمال به وجود آمدن سیلاب ها زیادتر هستند که در این مناطق اگر نگاه کنید بیشتر مناطق کشورهای مثل کانادا، آلاسکا، کشورهایی که در اروپا قرار دارن و اسکاندیناوی و همچنان در به حساب شمال روسیه تقریبا این تعداد سیلاب ها بیشتر هست و در مناطق به حساب استوایی هم ما تعداد از اینا رو مثل کشورهایی که در اندونزیا و فیلیپین اینا قرار دارن یا در آفریقای مرکزی اینا قرار دارن و همچنان در به حساب کشورها فکر کنم پاراگوئه و اوروگوئه در این قسمت ها میشه در اینجا قرار دارن که اینا باز تعداد سیلاب ها در اینجا ممکن است بیشتر باشه. وقتی میگیم سیلاب دلیل بر از این نیست که مثلا جاهایی که رنگ نداره هیچ سیلابی نمیآید. ما بالاخره هر از چنگای ما سیلاب داریم ولی تغییرات اقلیم باعث از این میشه که تعدادشان هم شدتشان ممکنه افزایش پیدا کنه. این برای ما یک احتمال رو در آینده پیش بینی میکنه که در این مناطق ما میتونیم به حساب همه افزایش شدت یا افزایش تعداد داشته باشیم. رنگ هایی که با حالت نارنجی رنگ برای ما مشخص هست در اینجا تنش حرارتی یا موج گرمایی را پیش بینی میکنه که این مناطق میتونه حرارت هوا مثلا بالاتر بر از حالت طبیعی بیشتر شود و ما دوره ها یا موج های گرمایی بیشتری را در این مناطق شاهد باشیم. وقتی که میگیم گرما در اکثر کشورها یک فصل یا یک مدت مشخصی داره. اگر از حالت طبیعی بالاتر بره و در این حالت در یک دوره زمانی مشخص استاد بمونه و مثلا پایین نیره میگیم یک موج گرمایی. خب حالا در این مناطق موجای گرمایی مثلا هم تعدادشان زیادتر میشه هم مدتشان ممکنه افزایش پیدا کنه. خب که در این حالت ما کشورهایی که داریم مثلا کشورهای آفریقایی هست، عربستان هست، یک قسمتی از ایران و به حساب افغانستان هم شامل میشه. بعد در استرالیا هم تقریبا ما همین قصه رو داریم و همچنین در آفریقای مرکزی و آفریقای جنوبی و همچنین برزیل و کشور و اینجا که حالا فکر کنم پاراگوئه اینا میشه. این قسمت ها هم ما این امواج گرمایی یا موج‌های گرمایی را داریم. و رنگای زرد برای ما واتر استرس یا بحران آب نشان میده یا تشنج آبی که اینجا بیشتر منظور خشکسالی ها هست که گریبانگیر اکوسیستم هایی که در این منطقه هست دچار از این میشه که در این اگر ما نگاه کنیم نقاط زرد رنگ که مثلا در آمریکا، مکزیک و همچنین در شهرهایی که در آفریقا وجود داره، اسپانیا، ایتالیا و همچنین ترکیه، ایران و به حساب افغانستان هم شامل از این قضیه میشه. اگر یک دقت بیشتری کنیم بیشتر این کشورها در کمربند بیابانی دنیا قرار داره، یعنی بین 30 تا 60 درجه
شمالی قرار گرفته و ما در این قسمت کمربند بیابانی دنیا رو داریم که در این قسمت این کشورها دچار بحران آب میشه. حتی مثلا ناسا اعلام کرده، یک نقشه هم آورده بود که در بعضی کشورهایی که مثلا مثل ایران و نمیدونم افغانستان اینا تا یک سالی به بعد دیگه بحران آب به اندازه جدی میشه که دیگه میتونم بگیم که همین جمعیت انسانی را به مخاطره میندازه و حتی احتمال کوچ‌های اجباری از این مناطق هم وجود داره. خب رنگ سرخی که در اینجا نشان داده شده، این رنگ هایی رو برای ما نشان میده که در اونجا آتش سوزی جنگلات اتفاق میفته. جنگلات اگر حرارت از یک حد بیشتر اتفاق بیفته بدون کسی که در اونجا کدام عامل خارجی باشه، فقط همین گرمایش زمین، نور آفتاب باعث آتش سوزی خود به خود جنگلات میشه که در این حالت بیشتر همون کشورهایی که در همون خط استوا یا در نزدیکی از او قرار دارن باز بیشتر درگیر این قضیه هستن، مثل جنگلاتی که در آمازون هست، در مکزیک هست، جنگلات مرکزی آفریقا هست، یا که مثلا در اینجا در به حساب هندوستان و مالزی اینجا رو بر ما نشان داده که اینجا احتمال از این وجود داره که خطر آتش سوزی جنگلات بیشتر اتفاق بیفته. خب اونایی که به رنگ فیروزه‌ای برای ما نشان داده شده، در اینجا میزان و تعداد تندبادها و طوفان‌ها ممکن افزایش پیدا کنه. طوفان‌ها شاید هم همین هفته پیش هم با هم دیگه صحبت کردیم، همین تندبادهایی که مثلا در آمریکا به وجود آمد، خب که تقریبا سرعت بالاتر از 300 کیلومتر تا حتی بعضی جا به 400 کیلومتر هم رسید بر ساعت که باعث خیلی ویرانی‌های شدید شد. خب و همچین حالتی رو ما در شرق آمریکای شمالی مثلا در اینجا برای ما نشان داده، در شرق آسیا مثل کشورهای ژاپن، کره و همچنان شرق چین برای ما نشان داده شده که در اینجا احتمال وقوع به حساب تندبادها، شدتشان و همچنان تعدادشان ممکنه بیشتر باشه. خب اونایی که به رنگ بنفش یا با اینجانی رنگ برای ما نشان داده شده، در اینجا به خاطر بالا آمدن سطح ابرها، چون ما به حساب گرمایش جهانی باعث از این میشه که یخهای قطب شمال آب شود که را ما در جلسه قبل برای شما گفته بودیم. این بعضی کشورها وجود داره که سطح ارتفاعشان از سطح بحر زیاد نیست و این کشورها اکثرا به حساب باعث از این میشه که زیر آب برن. خب که در اینجا این رنگ با اینجانی به صورت نقطه‌ای مشخص است، شاید از اونجا به وضوح نباشه، فقط ما برای شما میگیم مثلا کشورهایی که در قسمت‌های شمالی اروپا قرار دارن مثل دانمارک و هلند و این کشورهایی که در این قسمت قرار دارن، یا در سوئدن که در این قسمت‌هایش قرار دارن، یا اکثر به حساب بخشایی از کانادا ممکن است یک سری جزایر وجود داشته باشه، یک سری خشکی‌های وجود داشته باشه که در اثر بالا آمدن آب زیر آب برن. خب این پس یک نقشه ای است که تقریبا تهیه شده، پیش بینی کرده اینا، ولی تهیه کردن این نقشه برای خودشون یک پروسه داره. یعنی هر چیزی که شما میخواین پیش بینی کنید یک پروسه ای را به دنبال داره که ما باید مطالعه کنیم و بعد اینا را در نظر بگیریم، تغییرات اقلیم و شرایطی که به وجود می اینا رو در نظر بگیریم تا در نهایت بتونیم یک پدیده را به حساب پیش بینی کنیم که در آینده چه اتفاقی میفته. خب حالا میریم سراغ اجزای سه‌گانه آسیب پذیری. آسیب پذیری که ما میگیم 3 جزء داره که این 3 جزء ما باید بدانیم و بعد مطابق از اینا یک معیاری باشه که بتونیم بسنجیم که آقا در مقابل از این میتونه آسیب پذیریش بالا بره، پایین بره و چه تأثیری داره. جزء اول که هست در معرض قرار گرفتن یا اکسپوژر است. یعنی چی؟ یعنی درجه‌ای که تاثیرات تغییر اقلیم توسط یک اجتماع، اکوسیستم یا گونه تجربه میشه. چقدر ایره میتونه تجربه کنه. خب و برای از یک دونه مثال داریم، یک دو تا مثال دیگه هم برای شما میذارم تا برای شما واضح شود که این موضوع چیست. فکر کنید در یک کشور حالا مثل افغانستان 2 تا ذره دارن کار میکنن. یکی در شرق کشور هست، یکی در غرب کشور. و پیش بینی شده مدل های هواشناسی و پیش بینی کردن در غرب کشور بارندگی تا میزان زیادی کاهش پیدا میکنه، اما در شرق کشور روند تقریبا ثابتی را داره، شاید هم در بعضی نقاط هم افزایش پیدا کنه. خب در این حالت میگه ذره‌ای که در غرب کشور که هسته بیشتر تغییرات احساس میکنه و این تغییرات یعنی بیشتر کم‌آبی و خشکسالی و اینا رو احساس میکنه، پس بیشتر در معرض تغییرات اقلیم قرار میگیره. خب منظور ای است. خب حالا برای میتونیم مثال های دیگه ای را مثلا بیاریم
این است که حتی مثلا گونه‌های جانوری که مثلا در غرب کشور که زندگی میکنن نیاز به آب دارن، یا همچنین انسانی هم که در اونجا زندگی میکنه و زندگیش نیاز به آب داره، بیشتر با این بحران دست و پنجه نرم کنه. خب و بیشتر در معرض قرار بگیره تا مناطق که در شرق قرار داره. خب حساسیت چیست یا سنسیتیویتی؟ این چی است؟ درجه ای که یک اجتماع، اکوسیستم یا گونه تحت تأثیر قرار میگیره یا به مقدار مشخصی از در معرض بودن بهش پاسخ میده. خب خیلی وقتا هست که دو تا چیز در دو تا گونه متفاوت در یک شرایط قرار میده، اما یکی حساسیت بیشتر نشان میده، بیشتر آسیب میبینه، اما اون دیگهش آسیب جدی مثلا نمیبینه. منظور این است. به طور مثال الان اینجا که این رو متوجه شوین، میگه که حالا توسط یک عکس هم اگر نگاه کنیم مشخص است این مزرعه کچالوس، این گندم هست. میگه دو تا زاره در مناطق غربی دارن کشت میکنن، جایی که پیش بینی شده بود که مقدار بارندگی چی شوه؟ کم شوه. یکی از اینا گندم میکاره که گندم تقریبا نسبت به خشکی مقاومتر است به نسبت کچالو. خب به نسبت از اون مقاومتر است. و دیگری کچالو میکاره. ولی اگر کمابی صورت بگیره، اول کدامشون بیشتر پاسخ منفی نشان میده از خودشون؟ کچالو. چرا؟ چون نیاز به آب بیشتری داره. پس میتونیم این حالت استدلال کنیم که کچالو حساسیت بیشتری نسبت به خشکسالی داره. صحیح شد؟ به این حالت است. خب پس این از این نظر. حالا میخوایم به حساب دو تا مثال دیگه هم بگیریم واضح شود. شاید دیده باشین در بعضی نقاط دنیا که اقلیم‌های متفاوتی را داره، نباتات متفاوتی رشد میکنه. خب حالا فکر کنین در افغانستان ما یک سری درختاری داریم که برگای بسیار پهنی را داره و یک سری درختایی داریم که برگای سوزنی شکل داره، مثل کاجو، نمیدونم سرو اینا. خب به این حالت حالا بارندگی کم میشه، کدام از اینا بیشتر آسیب میبینه؟ چرا؟ خب حالا میتونیم بگیم هر دو یک مقدار آب جذب میکنه، اما اونایی که به حساب پهن هستند توانایی نگهداری آب درون خودشون نداره. او سطح مساحتی که هسته باعث میشه سطح تبخیر بیشتر کنه و سطح تبخیر بیشتر شدن یعنی آب بیشتری را از دست میده. آب بیشتری از دست میده. بعد اگر هر دوی از اینا به یک منبعی که مثلا باشه به دسترسی داره و او کمتر شوه، این باعث میشه که اویی که برگ پهن‌تر هسته بیشتر حساس باشه و بیشتر آسیب ببینه. خب به خاطر از است که در اکثر بیابانا نگاه کنید یا خار است یا که در به حساب درخت‌ها و نباتاتی هست که برگایشون بیشتر حالت سوزنی شکل هستن. یا که مثلا ما میتونیم میره به صورت یک طفل یا یک نفر پیر با یک نفر میان سال مثال بزنیم. هر دوی از اینا مجبور هستن در زمین زراعتی کار کنن. خب هم کسی که طفل است یا پیر هسته و هم کسی که میان سال هسته. اویی که میان سال هسته بالاخره بدن پخته تری داره، درسته؟ بدن پخته تری داره و اویی که هسته او دیگه حساس تر است. و هر دوی از اینا به یک میزان مثلا 10 ساعت در روز در معرض به حساب آفتاب قرار میگیرن. کدام از اینا بیشتر آسیب میبینن؟ پیر. چرا؟ او حتی ممکن است مریض شه و کارش به شفاخانه بکشه ولی او دیگه یک جوری بگیم عادت کرده. خب پس این حساسیت کمتری داره اما این حساسیت بیشتری داره. خب جزء سومی که به حساب از اجزای سگانه آسیب پذیری هست ظرفیت سازگاری است یا آداپتیو کپاسیتی است. این به چه حالت تعریف میشه؟ میگیم که درجه‌ای که یک اجتماع، اکوسیستم یا گونه میتواند با تغییرات سازگار شود یا باهاش کنار بیاد یا به صورت عامیانه ما و شما به این حالت که خود باش تطبیق بده. چقدر میتونه این کار انجام بده؟ حالا برای اینجا یک مثال آمده. میگه دو تا زاره در مناطق غربی کار میکنن، هر دوی از اینا گندم کشت میکنن. هر دو یک محصول کشت میکنن، به صورت للمی هم کشت میکنن. للمی هم که همگی میدونن که یعنی وابسته به آب باران است. یعنی آبیاری از توسط باران انجام میشه. خب اما یکی از اینایی که به حساب للمی کشت کرده در کنار دریاست. یعنی آپشن ازی یا گزینه ازی هم داره که از دریا هم آب بگیره. خب دریایی که از بالادست از کوههایی که به حساب هسته از اونجا مثلا آب میآید میتونه ازی هم بگیره. خب ایناله بر هر دوی از اینا شرایط خشکسالی به وجود میآید. در این حالتی که به وجود میاد کدام از اینا میتونه با او شرایط بهتر کنار بیاد که آسیب کمتری ببینه؟ او یکی نزدیک دریاست. چرا؟ چون دو تا آپشن داره. یک آپشنش از دست رفت ولی آپشن دیگه هنوز باقی است. ولی اویی که فقط للمی داره وقتی که آپشن از دست میره یعنی دیگه خلاص است دیگه از. خب
پس به این حالت این میتونه ظرفیت، یعنی جاهایی که ما منابع معیشتی یا منابع تهیه منابع اولیه رو ما بیشتر داریم، گزینه‌های بیشتری داریم، پس اینا میتونه ظرفیت انطباق یا ظرفیت سازگاری بیشتری را با محیط داشته باشه. حالا تمام اینا رو میاریم خلاصه میکنم در یک تصویر که ما آسیب پذیری رو در اینجا تعریف کنیم که با چه حالت این آسیب پذیری با اجزای خودش که حالت ارتباط داره. در اینجا ما پیشتر گفتیم یکی در معرض قرار گرفتن یا اکسپوژر بود. در حالت اکسپوژر ما یک سوالی را از خودمون پرسان میکنیم کدام عوامل اقلیمی میتواند بر سیستمی که ما میخوایم مطالعه کنیم تاثیر بگذاره؟ آیا خطرات طبیعی است که به وجود میآید؟ آیا مثلا تشنج حرارتی است که به وجود میآید یا کم شدن رطوبت و بارندگی است؟ اول ما این عوامل از خودمون پرسان میکنیم و بعدا میگیم خب این چیزی که میگیم چقدر در معرض از این قرار میگیره، یک شبانه روز است، دو شبانه روز است، یک فصلش چقدر است. حالا این کار ما به عنوان در معرض قرار گرفتن با این سوال ما برای خودمون داریم، یک درجه براش تعیین میکنیم، یا شدید یا متوسط یا ضعیف تعیین میکنیم. بعد میریم سراغ چیز؟ سراغ حساسیت. خب اینال گونه‌ای که ما مطالعه میکنیم در مقابل این تغییرات، اول باید بدونیم که این تغییرات چه اهمیت بر از او داره و بعد عناصر مورد توجه تا چه اندازه میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. آیا به اندازه تحت تاثیر قرار میگیره که بخی هم جمعیتشون هم چیزشون تغییر پیدا میکنه کم میشه، یا نه زیاد حساسیت زیادی را نداره. حالا بر از این باز یک درجه تعیین میکنیم، یا زیاد یا متوسط یا کم. بعد هر دوی از اینا با همدیگه برای ما چی را تعریف میکنه؟ پتانسیل ایمپکت، تاثیر احتمالی که ممکنه به وجود بیاره، این را برای ما مشخص میسازه که این چقدر است، آیا زیاد است یا کم است. خب ما تا اینجا تاثیر احتمالی رو با اساس این دو جزء آسیب پذیری ما در اینجا مشخص کردیم. بعدن چه میشه؟ بعدن ما باید ببینیم که آیا اون گونه‌ای که داریم یا امکاناتی که برای ما هسته، عوامل درونی و بیرونی که موجود داریم، آیا برای ما ظرفیت سازگاری رو بیشتر میکنه یا نه؟ باید اینجا گزینه‌هایی که ما داریم رو بررسی کنیم. متوجه شدین؟ حالا این گزینه‌هایی که داریم، اگر گزینه ما حالتی باشه که باعث شود که ظرفیت سازگاری ما بالا بره و حتی اگر ای هم بالا باشه، بازم میتونیم یک قسم با این شرایط جدید کنار بیاییم یا خود سازگار بسازیم. ولی اگر برعکس باشه، ای بالا باشه ولی ای پایین باشه، یعنی خود نتونیم با شرایط تطبیق بدیم یا امکانات ما برای اجازه رو نده، پس آسیب بیشتری میتونیم ببینیم. خب پس در این حالت این دو تا عامل منفی است. هر چه که زیاد شوه آسیب پذیری زیاد میشه، اما به حساب ظرفیت سازگاری یک عامل مثبت است. هر چه که زیاد شوه آسیب پذیری کمتر میشه. پس باید یک بالانس دو تا رو ما باید بسنجیم که کدام طرف وزنه سنگین تر است که در نهایت ما ارزیابی کنیم که آسیب پذیری ما در چه اندازه یا با چه درجه میتونه باشه. خب پس در حالت ظرفیت سازگاری ما میتونیم این سوال از خودمون پرسان کنیم: آن عناصر چقدر خوب میتوانند کنار بیان، چیزی که براتون تشریح کنیم، یا چه کارهایی ما میتوانیم انجام بدیم بر اساس منابع و گزینه‌هایی که داریم که در جهت مقابله با خود سازگاری کمک کنه. خود آسیب پذیری رو اگر بخوایم تعریف کنیم، میگیم آسیب پذیری عبارت از تأثیر پذیری نامطلوب. ولی این چیزا در یادتون باشه که تغییرات اقلیم همیشه پیامدهای منفی نداره، بعضی وقتا ممکنه پیامدهای مثبت هم داشته باشه. خب ولی تدریجی است. ما هیچ چیز رو در دنیا مطلقاً منفی یا مطلقاً مثبت نداریم. هر چیزی مجموعه‌ای از این دو تا هسته. به طور مثال ما از دوستایی که امسال به حساب الله در جاهای مختلف کار میکردن ازشون شنیدیم، کسایی که کار عسل اینا رو انجام میدادن، بعد اکثرا امسال تولید بسیار کمی داشتن. بعد پرسان میکردیم که چرا؟ میگفت این در سر بهار که خیلی دشتا و اینا گل میده و اینا میته، بعد همین ژاله‌ای که در سر بهار آمد کلا زد، گلا رو پرپر کرد و فلان کرد و ما زنبورا چیزی نداشتن که عسل تولید کنن، خیلی کم شدن. اما کسایی که مثلا باغ انگور داشتن، باغ سیب داشتن، اینا داشتن، باز برای اینا خیلی خوب شد. اینا مثلا تونستن محصول بیشتری را بیارن به بازار، عرضه کنن و اینا محصولات فراوانیش هم زیاد شد. یعنی برای اینا سود بیشتری داشت. یعنی این نیست که مثلا یک تغییر باعث ازی شود که همه جا بد باشه، بعضی وقتا میتونه تاثیر مطلوب تر هم داشته باشه. خب ما یک تمرین داریم که در این تمرین بر اساس اجزایی که براتون گفته شد، یعنی در معرض قرار گرفتن، حساسیت و ظرفیت سازگاری، ما چند تا سناریو رو برای شما تعریف کردیم
و در اینجا گفتیم تمام گزینه هایی که در این قسمت هست همه در موج گرما قرار میگیرن، یعنی موج گرما را تجربه میکنن. و در این حالت در گزینه هست میگه موقعیت هایی که در زیر بر ما مشخص شدن نظر به آسیب پذیری که میتونه بگیرن از بیشترین آسیب پذیری به کمترین آسیب پذیری ترتیب بندی کنیم. یعنی کدام از اینا بیشترین آسیب میبینه و کدامشون کمترین هم. خب به این حالت ترتیب بندی کنیم. در گزینه اول یک خانواده رو میگه تصور کنین که این خانواده افراد مسن داره با افراد خردسال و طفل داره و اینا نه پکه داره نه ایسی داره. خب یعنی هیچ چیزی نداره که هوا رو بر از اینا ملایم کنه. دوم یک تاجر رو تصور کنین که در دفتر کار خودش کار میکنه، امکانات برش وجود داره، در خانه خودش هم ایسی داره. خب حالت سوم یک زاره یک کشاورز رو تصور کنین که ساعت‌های طولانی مجبور هست در دل آفتاب در زمین خودش کار کنه. و بعدش مغازه‌داری رو میگه در نظر بگیرین که دارای یک پکه فعال در دکانش هسته اما معلوم نیست که در خانه چیزی داشته باشه یا نه. و بعدا دکتر رو در نظر بگیرین که بیشتر روز در شفاخانه هست اما اون شفاخانه مجهز به ایسی هست ولی در خانه باز مشخص نکرده که چی است. یا بعد متعلم یا محصل رو در نظر بگیرین که به خاطر به مکتب رفتن از بایسکل استفاده میکنه. حالا از اینا از بیشترین به کمترین یک گروه های 5 نفره و 7 نفره تشکیل بدین و 5 دقیقه زمان داده میشه سرش بحث کنین، اول دوم سوم تا ششم مشخص کنین. کسایی که به صورت آنلاین هم دنبال میکنن باز میتونن در گروپ های خودشان بحث کنن و یک نفر باز نظرشون میشنوید. عزیز انشالله که به یک جمع‌بندی رسیده باشین. همچنین کسایی که آنلاین دنبال میکنن، از کسایی که فعلا حضور دارن کسی هست که به حساب جواب وزیره بگه؟ دکتر صاحب بفرمایید. نه اول بیشترین بگین، اول بیشترین کسی که آسیب میبینه افراد مسن. خب او در گزینه اولی که گفتیم دلیلش چیست که او رو انتخاب کردین به عنوان گزینه اول؟ یعنی میگن حساسیتش بالاست؟ حساسیتش بسیار بالاست. بله. ولی از این طرف یک امکانات هم نداره. از اون که در واقع مغازه‌دار است که او وسیله چی ندارد، مؤثر ندارد. درست. در این حال فضای نامناسب است اما وسیله ثبت کننده مناسب نداره. پس بنابراین که در مرحله دوم قرار میگیرن. متعلمی که با بایسکل کار میکنن این هم متاثر میشه، یعنی در مرحله چهارم باید گرفته. بعد از اون دکتر در مطب ما میرسیم به زانه در زمین به یک تدریس بشماری درست. کمترین تاثیر تاجر داره و حال از امکانات کافی برخواه. درست است. بفرمایید شما. دوستا فقط یک نکته را براتون بگم، ما او مطابق او سه تا به حساب اجزایی که بود مطابق از اونا استدلال کنین. مثلا گزینه اولی که دکتر صاحب استدلال کرد گفت حساسیتش بالاست، به خاطر از این ما این رو در رتبه اول قرار دادیم. نه به این حالت. بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که با شما سه فاکتور قبلا برای شما داده بود و سوال نکردن. در قسمت اول دو فاکتور داخل است که یکی اساسیت است و دوم ظرفیت سازگاری از اینا است. کدامش اول گفت؟ در قسمت اول دکتر میاد. این دکتره؟ بله. چون وقتی که دکتر در محیط کلیسی داره، وقت بیرون از
ایسی دار میشه اساسیتش بیشتر است، چون وفق داده خود را همراه ایسی و تحمل پذیریش کم است و آسیب پذیریش هم زیادتر میشه. و دوم تاجری است که باز ایسی داره و در فضای آسوده و سهولتبار زندگی میکنه و وقت خواستپری میکنه. سوم مغازه‌دار است. چهارم بعد میشه خانواده. پنجم معلم میشه، متعلم چون همیشه هر روز میره برش عادی است دیگه، آفتاب است تاثیرات زیاد نمیپذیره. و آخر هم زاره است که کسی که دهقانی میکنه یک آدم بدنش سازگاری پیدا کرده و همیشه کار میکنه، عادی است. درست. خب تشکر. کسی که آنلاین هم است نظری داره؟ باز میبینم، یک دفعه میبینم. ببخشید ما بعض وقت نیست. خب از اینجا یک دو تا نظر دیگر هم میگیریم. بفرمایید. خوب. خودش بار لگه آقای احمدی. به نظر ما و گروه ما اول خانواده است. به خاطر از اینکه خانواده افراد مسن و پرسال داره و این آسیب پذیری بیشتر داره. خب کدام حساسیت؟ خب حساسیت نسبت به گرمای مثلا موج گرما. درست. چون امکانات نداره و در قدم دوم زاره است. سوم متعلم، چهارم مغازه‌دار و پنجم دکتر و ششم تاجر. درست. سایست. خب کسی دیگه نظر متفاوت از اینا بفرمایید آقای احمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دوستان من بر اساس شاخص اول که در معرض قرار گرفتنم، من اصلا اون دکتری که ایسی دارم برخلاف آقای مسافر میذارم کنار، 5 تا دیگه میمونه. بعد من بر اساس شاخص حساسیت گپ میزنیم. من به نظرم طبق نظر خیلی از دوستان خانواده‌ای که افراد مسن و در واقع طفل دارن، اینا حساسیت بیشتری را به این زمینه ندارن و بعد متعلمی که با بایسیکل رفت آمد میکنن فکر میکنم حساسیت بیشتر دارن و بعد از او زاره‌ای که صبح تا شب زیر آفتاب کار میکنه او حساسیت بالا داره و بعد از او گزینه در واقع مغازه‌داری که یک پکی فعال داره میتونه باشه و بعد از او تاجری که در دفتر خود کار میکنه در خانه ایسی دارن. و چرا من این تاجر رو آخر گرفتم؟ چون او حالت سازگاری باز میتونه باشه و به همین ترتیب خانواده، متعلم، زاره، بعد چهارمی مغازه‌دار و در نهایت تاجری که در دفتر کار میکنه در خانه ایسی داره. خیلی عالی. آیا نظری؟ کنم نمیشه. خب تا وقت شما نظرتون رو بفرمایید. با اجازه شما دوستان، دسته ما فکر میکنیم که چون ما شاخص در معرض آفتاب قرار گرفتن داریم، پس کسایی که در زیر یک چند هستن ما کلا به یک کاتگوری قرار میدیم. به نظر ما بیشترین آسیب از زاری میبینن چون در معرض آفتاب قرار دارد مدت طولانی در طول روز. بعد از اون احتمال زیاد خانواده باشد، چون هرچند باشد افراد مسن دارن، اطفال دارن، ایسی هم ندارن، پکن ندارن، صورتشون واقعا خراب است. بعد اون محصل است که آسیب بیشتر میبینه چون در معرض آفتاب قرار داده و اون 3 نفر دیگه کلا در معرض آفتاب اصلا نیستن. پس ما بعد از اون مغازه‌دار رو میگیریم، بعد از مغازه‌دار دکتر و در آخر تاجر، چون تاجر در طول روز دفتر کار میکنه و دفتر هم در معرض سایه است دیگه، آفتاب اصلا اونجا نیست و در خانه هم ایسی داره. یعنی ما بیشترین آسیب و زاری، بعد خانواده، بعدش محصل، بعد مغازه‌دار، بعد دکتر و در آخر تاجر. بسیار عالی. خب الان به حساب کاتگوریایی که خودتون کردین یک کم فکر کنین. بعضی وقتا شما بر اساس یک موضوع خاصی که بود بر اساس از او کاتگوری کردین و او سیمیه، یعنی فقط اگر حساسیت در نظر بگیریم کاتگوری تغییر میکنه، اگر فقط مثلا ظرفیت سازگاری رو بگیریم باز تغییر میکنه، اگر در معرض قرار گرفتن بگیریم باز تغییر میکنه. اما آسیب پذیری میگه ما باید ترکیب از اینا رو بگیریم. خب ترکیب از اینا رو بگیریم، یک بالانس براش بسنجیم و در نهایت او آسیب پذیریش به حساب پیدا کنیم که چی است. جوابی که به حساب برزی هست در مرحله اول خانواده با افراد مسن و طفل ها قرار میگیره. دلیلش چیست؟ دلیلش ای است که
اینها ظرفیت انطباق نداره، یعنی امکانات نداره، پکه اینا نداره، از نظر ظرفیت انطباقش خیلی پایین است و از نظر دیگه این طرف دیگه به حساب اکسپوژر یا ببخشید اکسپوژر گفتم حساسیتشون هم بالاست. حساسیت که بالا بره ما احتمال بالا رو در اینجا میدیم، ولی چون انطباقش پایین هسته پس نمیتونه با همین هم خود حتی سازگار کنه، پس اینا آسیب پذیری بیشتر میتونه داشته باشه. بعد مورد بعدی که به حساب هست ذره‌ای هست که به مقدار طولانی در آفتاب کار میکنه، هر چقدر بدن مقاومی داشته باشه، هر چقدر خود بتونه با شرایط سازگار کنه، اما در معرض قرار گرفتن او ورودی که بر ما به حساب پتانسیل ایمپکت میده او باز بالاست. خب در این حالت امکانات از هم نداره که از این محیطی که دل آفتاب هسته خود یک جوری کنار بکشه و اینا، پس در این حالت این در رتبه دوم قرار میگیره. رتبه سوم متعلمی هست که با بایسکل میره و میایه. خب در اینجا بالاخره خودش حساسیتش تقریبا بالاست، خب ولی زیاد در معرض قرار نمیگیره، یعنی یک حالتی هست که به حساب همون فاصله ای که بین مکتب اینا میره، حالا نیم ساعت باشه 20 دقیقه باشه، در بایسکل میره و برمیگرده، زیاد در معرض قرار نمیگیره. پس این رو ما در رتبه سوم میگذاریم. و چهارم مغازه داره که یک پکه داره، درسته در سایه هست، موج گرما و سایه و آفتاب نمیشناسه، ولی یک دونه پکه داره و این پکه تا حدودی میتونه اما قابلیت انطباق یا ظرفیت به حساب سازگاری رو براش بهتر بسازه، ولی بازم نمیتونیم بگیم با حالت ایدئالش برسه. چهارم دکتری هست که بیشتر خود در شفاخانه هسته، ایسی در شفاخانه داره ولی برای خانه مشخص نیست، ولی ما استدلال بررسی میکنیم که در خانه او قدر ظرفیت سازگاری رو شاید نداشته باشه. خب اما چهارم تاجری هست که هم در دفتر کارش هم در خانه در هر دو حالت امکانات ازیره داره که به حساب بتونه خود با شرایط کنار و این کمتر در معرض قرار میگیره. درسته به قول شما که حساسیتش بالا هست، از این نظر درست کاغذ پیج است به قول ما و شما. خب این حالت هست ولی خودش زیاد در اون معرض قرار نمیده، با امکاناتی که داره خود با اون شرایط کنار میاره، حتی شاید اون موتری هم که مرو میره و هم دیگه کولر داشته باشه. خب این حالت است. نه اینجا منظور مزرعی را در نظر گرفته که مثلا مثل گندم اینا که مثلا درخت‌ها اینا با یک فاصله هست، والا در وسط که شخم میزنه اینا زیر آفتاب، یعنی زیر آفتاب تقریبا در اینجا آمده گفته. خب اگر این حالت باشه پس ما او قضیه که آپشنی که زیر گزینه‌ای که زیر سایه بعضی وقتا استراحت میکنه اونا رو فعلا میذاریم کنار، فقط روی از این قضیه بحث میکنیم. خب بخش دوم، پس ما اجزای آسیب پذیری را تا حالا فهمیدیم که شامل کدام اجزا میشه، اجزای سگانشه. اینا رو میریم سراغ پروسه‌ای که ما ارزیابی کنیم تغییرات اقلیم که از کدام پروسه به چه حالت پیش میره. خود از این بخش که از دارای 4 مرحله است. مرحله اول تعیین اهداف و محدوده ارزیابی است. اول ما باید اون هدفی که میخوایم اول او رو پیدا کنیم. بذار تکمیل شه و بعدش واسه کنیم. اول تعیین اهداف است که این اهدافی که ما داریم، این اهداف ما کدام چیزا رو می‌خوایم بررسی کنیم در حالت کلی و محدوده ارزیابی ما مشخص باشه که محدوده ارزیابی ما از نظر زمانی و مکانی تا چه حد میتونه وسعت داشته باشه. در اول باید شناسایی مخاطبان است که اول باید ما ببینیم که این ارزیابی برای چه کسانی مفید است، چه کسانی از این نفع میشه. خب اول ما اینا رو باید برای خودمون مشخص کنیم. مرحله بعدی این است که همین زینفعانی که هست به حساب با اینا یک سری جلسات اینا رو شریک بسازیم، یک سری جلسات برگزار کنیم و بعد بپردازیم به جمع‌آوری در جلسات، جمع‌آوری نظرات اینا در مورد چی؟ در مورد اهدافشان، مقاصدشان، اهداف جزئی داره و روی کرده که میخواد اینا به حساب ارزیابی را انجام بده. خب در اسلاید انگلیسی که ترجمه شده بود چند تا کلمه آمده بود، یکی گول بود، یکی ابجکتیو بود و یکی دیگهش هم تارگت بود. اگر به دری معنا کنیم همه اینا میشه چی؟ هدف. خب اما موضوع اینجاست که وقتی که مثلا گل میگه منظور اهداف تقریبا کلی‌تر و جامع‌تر اینا رو ما در نظر میگیریم و زمانی که ما مقاصد میگیم یا ابجکتیو هست به خود یک جزء یا بخش‌های از این رو در نظر میگیریم و زمانی که تارگت میگیم منظور که همون بخش‌های جزئی‌تر ما در نظر میگیریم. به خاطر از او ما اینا رو به این حالت معنا کردیم: اهداف، مقاصد و اهداف جزئی. خب اپروچ هم خب روی کرد میشه.
در مرحله بعدی زمانی که جلسات برقرار کردیم، اهداف برای ما مشخص شد، اهداف جزئی کلی اینا برای ما مشخص شد، در این مرحله میریم سراغ قضیه که یک لیست از اهداف داریم. حالا این اهداف بشینیم پیش روی خودمان با اینا به یک توافق نظر برسیم که ما کدام اهداف اولویت بدیم، کدام اهداف مثلا در طولانی مدت باید انجام شود، کدام اهداف باید در کوتاه مدت انجام شود. اینا رو ما باید به یک توافق برسیم که در اینجا اهداف فوری و طویل مدت برای ما مشخص میشه. خب بعد از اینکه اهداف و مقاصد ما در اینجا مشخص کردیم، اینا رو میریم سراغ یک جزء خردتر، در مقیاس خردتر، شناسایی اهداف جزئی مناسب ارزیابی، که در اینجا ما زمانی که تارگت خود مشخص میکنیم، در اینجا باید ما مقیاس‌های مکانی و زمانی را مشخص کنیم. به طور مثال ما میخوایم سلامت یک اکوسیستم در اینجا در نظر بگیریم. این سلامت اکوسیستم از نظر مکانی در چه وسعتی در نظر میگیریم؟ در وسعت یک قریه، در وسعت یک ولایت، یا در وسعت یک کشور، یا در وسعت جهانی؟ خب این از نظر مقیاس مکانی برای ما مشخص میشه. از نظر مقیاس زمانی این حالت است که برای چه زمان، چه مدتی؟ برای مدت مثلا 1 ماه، برای مدت مثلا 1 فصل، یا 1 سال، یا یک دوره 10 ساله یا 30 ساله شما این موضوع رو در نظر میگیریم که ارزیابی کنیم و مشخص کنیم. پس این رو برای خودمان مشخص میکنیم و در مرحله بعد انتخاب رویکرد است. خب الان اینا برای ما مشخص شد، حالا میخوایم راه و روش، چیزی که میخوایم به اون هدف، به این تارگت هایی که تعیین کردیم به اینا برسیم، باید یک راه و روش برای خودمان انتخاب کنیم که بر اساس اهداف جزئی، نیازهای استفاده کننده که از ما خواسته شده و منابع موجودی که ما در اختیار داریم، تجهیزات، منابع بشری، تخصصاتی که در اختیار داریم، ما میتونیم که به حساب این راه و روش برای خودمان انتخاب کنیم. خب تا اینجا این کل از این قضیه برمیگرده با اون پالیسی که ما یک چیزی داریم به نام فیزیبل استادی یا ما امکان سنجی میگیم. اینا تقریبا اون مرحله را در بر میگیره. مرحله بعد جمع‌آوری دیتاست و متخصصین مربوطه. در اینجا خب ما اهدافمون مشخص است، حالا در راستای از این ما باید یک سری دیتاها، یک سری مدارک، اسناد جمع کنیم. اولین کاری که انجام میدیم کتاب‌ها، رساله‌ها، تحقیقاتی که در گذشته انجام شده و با موضوع ما مرتبط هسته، اول اینا رو چیکار میکنیم؟ بررسی میکنیم که میتونه هم بک‌گراند خوبی برای ما بده و هم میتونه یک ایده‌ای خوبی رو داشته باشه که در آینده ما بخوایم چیکار کنیم. خب پس در مورد می اهداف جزئی که ما تعیین کرده بودیم او ادبیات اسنادی که موجود هست اینا رو یک بررسی میکنیم و بعد تماس میگیریم با کارشناسان متخصصینی که مربوطه باشه. یعنی ممکن است یک بررسی که شما انجام بدین نیاز به یک تخصص نداشته باشه، شاید یک تخصصاتی که مثلا در رشته‌های مختلف باشه به تک تک از اینا نیاز داشته باشه. مثلا تغییرات اقلیمی می‌خوایم بررسی کنیم، با توجه به شاخه‌های از این نیاز به یک نفر هیدرولوژی داره که بتونه از نظر آب و اینا این رو بررسی کنه. یک مترولوژی یا به حساب کارشناس هواشناسی داره که از نظر آب و هوا بررسی کنه. یک بیولوژیست داره که از نظر موجودات زنده بررسی کنه. یک نمیدونم متخصص زراعت داره که او زراعتش مثلا زحمت بزنه او رو بررسی کنه. این شاخه‌های مختلف متخصصینی که ما ضرورت داریم با اینا تماس میگیریم و اینا رو در کار شریک میسازیم. خب بعد دریافت یا انکشاف پیش‌بینی‌های اقلیمی. خب اینجا تمرکز ما بیشتر بر روی متغیرهای مرتبط با محیط زیست و مقیاس‌های مکانی و زمانی است. زمانی که ما با کارشناسان اینا با حساب تماس گرفتیم، اینا یک سری مطالعات اینا دارن، نظرت از اینا رو می‌خوایم که در آینده شما چه پیش بینی داریم. ما این متغیرها را داریم، در اساس این متغیرها شما چه چیزایی رو پیش بینی می‌کنید. خب ما بیشتر فوکس ما سر عزیزه و در نهایت هم در این مرحله دریافت و انکشاف پیش بینی‌های پاسخ اکولوژیکی که در اینجا ما اینجا اومدیم اینا پیش بینی‌های از اینا رو گرفتیم، در نهایت میگیم خب الان همین اکولوژی، گونه، اجتماعاتی که ما مورد بررسی داریم این چه پاسخی به ما میده؟ پاسخش مثبت است، منفی است؟ اگر مثبت است در کجاها مثبت است؟ اگر منفی است در کجاها منفی است؟ و توسط از این ما یک سری مدل هایی را برای خودمون در نظر میگیریم. حالا این مدل مثل همون مدل نقشه‌ای بود که در اول براتون نشون دادم، مثلا نقشه لغزش بود، نقشه پیش بینی سیلاب ها و نمیدونم آتش سوزی ها در آینده بود، همچین چیزا رو مدل سازی میکنیم. خب پس این شد مرحله دوم که جمع‌آوری دیتاست. این مرحله بیشتر به مرحله تحقیقات است. امکان سنجی رسیدیم به تحقیقات. خب بعد این مرحله هم جزء به حساب تحلیل آنالیز است ولی جزء مرحله تحقیقات میشه. این مرحله میشه ارزیابی اجزای آسیب پذیری. اجزای آسیب پذیری که اون ستایی که بود، حالا این ستا رو در اینجا بررسی میکنیم. در مورد اول
تعیین در معرض قرار گرفتن احتمالی اهداف جزئی. او هدف جزئی که ما مشخص کنیم چقدر در معرض این قضیه یا تغییرات قرار میگیره که عمدتاً بر اساس تغییرات پیش بینی شده در اقلیم پارامترهای اکولوژیکی است. یعنی در آینده ما پیش بینی میکنیم در این ساحه مثلا ما کمبود باران داریم، در چه مدت، 1 سال، 2 سال، 10 سال پیش بینی شده، چقدر ما خشکسالی رو پیش بینی کردیم و این چیزی که ما داریم تارگت کردیم که رو بررسی کنیم در 10 سال آیا دوام میاره یا نمیاره. یعنی فعلا در معرض قرار گرفتن منظورش اینه که در 10 سال پوره‌ای تحمل میکنه یا نه 2 سال فقط تحمل میکنه یا 1 ماه تحمل میکنه. ایره ما اینجا مورد بررسی قرار میگیریم. در مرحله بعدی باز حساسیتش رو بررسی میکنیم. خب همین تارگت هایی که ما اینجا مشخص کردیم، اهداف جزئی که مشخص کردیم، حساسیتش به چه حالت است؟ این مورد میتواند برای اجتماع اکوسیستم ها گونه ها شامل ارزیابی بر پایه خواص باشه یا بر پایه صفتش باشه. مثلا یک منطقه اکولوژیکی هست، نباتات مختلفی در اونجا رشد کرده و مثلا مشکل یا بارندگی زیاد میشه یا کم میشه، فرق نداره. در این حالت در شرایط جدیدی که به وجود آمده یک سری نباتات ممکنه رشد بیشتری پیدا کنه، یک سری ممکنه رشد کمتری پیدا کنه. خب بعد در این حالت مثلا ما این را نگاه میکنیم که کدام حساسیت بیشتر، یا اگر مثلا قبلا 2 تا گونه موجود باشه کدام از اینا بیشتر از بین میره. اون که بیشتر از بین میره و نمیتونه خود سازگار کنه، او چی است؟ او حساسیت بیشتری ممکنه داشته باشه. در حالت سوم ارزیابی ظرفیت سازگاری اهداف است. رسیدیم به ظرفیت سازگاری. یک سری عوامل درونی و بیرونی که به حساب هست اینا رو بررسی میکنیم، امکانات موجود ما بررسی میکنیم، منابع معیشتی که مواد اولیه‌ای که اینا ضرورت داره اینا رو بررسی میکنیم، تکنولوژی خودمون رو بررسی میکنیم. خب اینا رو میشه عوامل بیرونی. مثلا همون 2 تا زاره رو شما فکر کنین که هر دو للمی کاش کردن، هر دو تحت تاثیر به حساب آب و هوای خشک قرار گرفتن، اما یک از اینا امکان ازی یا گزینه ازی را داشت که از آبهای سطحی هم استفاده کنه. حالا میگم یکی هست ایرم نداره ولی تکنولوژی ازی را داره که چا بزنه و از داخل چا آب بکشه و برای زمین خود استفاده کنه. خب حالا میگم ایرم نداره، میتونه از همون منابع موجود کمی هم که هسته میتونه آبیاری قطره‌ای را بندازه با یک آب کم به حساب مقدار کفایت آب تامین کنه. این نظر به تکنولوژی رو بهش میگن عوامل بیرونی که چقدر میتونه با شرایط جدید خود سازگار کنه. بعد در عوامل درونی مثلا شما نگاه کنین، مثلا یک گونه رو در نظر بگیرین که در جغرافیای بسیار وسیع پراکنده است. زمانی که در جغرافیای وسیع پراکنده است، تغییرات اقلیم وقتی که سرش میآید، یک مقدار جایی که بیشتر در معرض قرار میگیره از بین میره، ولی جایی که مثلا زیاد در معرض قرار نمیگیره اونجا میمونه. خب پس این میتونه بقایش در آینده بیشتر باشه. این باز عوامل درونی گفته میشه که اینا باعث میشه که قضیه آسیب پذیری او چیزی که ما مطالعه میکنیم یک کم ذره تعدیل کنه. خب به این حالت است. و در نهایت هم برآورد آسیب پذیری است. کلا همین چیزایی که هست در جایی که برای اینا به حساب تعیین کردیم اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنه و در نهایت اوتپوت ما یا خروج ما این میشه که ما آیا این به حساب آسیب پذیر هست یا نیست، اگر هست با چه شدتی میتونه باشه. و در نهایت هم کار ما که در این مرحله خلاص شد، باید یک صحت سنجی هم انجام بدیم، یک کار عدم قطعیت هم انجام بدیم. یک نفری که مدل سازی میکرد میگفت هیچ مدلی در دنیا کاملا صحیح نیست، خب اما بهترین راه حل هست. خب زمانی که مثلا شما پیش بینی میکنید عدم قطعیت که این مدل ما 10% خطا داره، یعنی 90% صحت داره. درست؟ به این حالت است. باز در این حالت پس احتمال وقوع از او ممکنه 90% باشه. از این مدل سازی ها زیاد به صورت روزمره استفاده میکنه. یکیشون همین به حساب اپلیکیشن آب و هواست. آب و هوا میگه در هفته آینده در کابل در این منطقه بارندگی میشه. حالا به احتمال مثلا 60-70% اتفاق صورت میگیره، اما باز ممکنه عدم قطعیت هم داشته باشه، صورت نگیره. خب این از این نظر. بعد مرحله آخری که هسته به کارگیری ارزیابی در پلانگذاری سازگاری است. اینا رو باید بریم قسمت اقدامات. خب در قسمت اقدامات که اون چیزایی که ما تا حالا تحقیق کردیم، نتایجی که به دست آوردیم، اینا رو در پلانگذاری دخیل بسازیم. خب در پلانگذاری این دیگه مربوط همون ادارات میشه و دیگه میشه که نتایج و تحقیقات میگیره، مشاوره از اونها رو میگیره و الان باید دخیل بسازه. در اینجا اول باید ما ارزیابی علل زمینه ساز آسیب پذیر رو بگیم. آسیب پذیری 3 تا جزء داشت. اول ببینیم کدام جزء بیشتر تاثیر داره. آیا در معرض قرار گرفتن است یا حساسیت است، یا که کمبود امکانات به خاطر همون ظرفیت انطباق است.
کدام از اینا مثلا بیشتر دخیل است، یا ما کدام از اینا رو میتونیم به حساب کاور کنیم، پوشش بدیم. خب به این حالت است. بس تعیین این که چرا یک هدف آسیب پذیر است میتواند نشان دهنده پاسخهای سازگاری احتمالی باشد. حالا برای از یک اگر حساس باشه شما یک سری امکانات را بیارین که حساسیت از او تا جایی که امکان داره از در معرض بودن خارج شود که حساسیتش کمتر در اونجا دخیل شود که آسیب ببینه. خب به این حالت است. و در نظر گرفتن وسعت سناریوهایی که در اینجا انجام میشه، ارزیابی پاسخها تحت سناریوهای چندگانه. منظور این است که تغییرات اقلیم وقتی که اتفاق میفته، بعضی مدل ها یک حالت رو میگه در این منطقه 30% احتمال از این وجود داره که بارندگی ها مثلا به یک میزان، حالا بگیم همون 30%، به میزان 30% کاهش پیدا کنه، ولی شاید 30% کاهش پیدا نکنه، شاید 20% کاهش پیدا کنه. پس ما یک سناریوی برای 30% بگیریم، بعد بگیم اگه 30% کاهش پیدا کنه اینی جاها صدمه میبینه. خب یک ارزیابی قسمی داره. بعد بگیم اینا اگه 20% کاهش پیدا کنه کدام جاها صدمه میبینه. خب به این حالت این در سناریوهای مختلف باید ما یک حالت چندگانه داشته باشیم و بسنجیم که در مقابل هر کدام از اینا اقدامات لازمه رو داشته باشیم. اگر 30% شد ما یک راه حل داشته باشیم، اگر 20% شد ما یک راه حل داشته باشیم. منظوری است. و در حالت سوم شریک ساختن نتایج با ذی‌نفعان. این نتایج و کل کارهایی که ما انجام دادیم با کسایی که حالا براشون کار میکنیم یا برای ما پروژه داده، براشون میگیم آقا ما به این نتیجه رسیدیم، این رو برای ما مشخص کردیم، این هم در حالتهای مختلف ما در نظر گرفتیم، اینا شما نظر خود رو بگین، فیدبک از اونا رو بگیریم. مثلا بعضی وقتا بعضی حالت‌ها میشه که شما یک پروژه را یک حالت پروپوزال برش میدین که این اقدامات صورت بگیره، ولی نفر میگه آقا ما نه امکاناتشو دارم، نه پولشو دارم، نه فلان دارم، میگه کار پس انجام نمیدیم، ولی اینی کارا رو میتونیم انجام. نظرات از اینا رو میگیریم، اگر ضرورت به تحلیل مجدد یا ریویو کردن باشه این کار انجام بدیم. خب و در نهایت هم انکشاف استراتژی و پلن‌های سازگاری. بعد از اینکه اینا رو گرفتیم، اینا رو ما باید استراتژی بسنجیم. استراتژی یعنی چی؟ این دیگه کسای علوم سیاسی خانم بهتر میدونن. یعنی در مقابل بحران یک راه حل مناسبی رو ما داشته باشیم. خب حالا بحران ما تغییرات اقلیم است، یعنی آسیب پذیری رو به وجود میاره و ما یک استراتژی، یک راه حل، یک پلان باید داشته باشیم که حالا باید ما چیکار کنیم. خب بخش سوم ارزیابی آسیب پذیری هست که بخش آخر ماست که اول به حالت همون جزوار بررسی میکنم. ارزیابی در معرض قرار گرفتن. در این حالت میگیم مقایسه تاریخی نسبت به تغییرات پیش بینی شده، یعنی از معلومات گذشته ما آینده را پیش بینی میکنیم. به طور مثال اگر افغانستان یک زمانی دوره‌های خشکسالی را در دوره 50 ساله اخیر تجربه کرده، خب پس در آینده هم ممکنه تجربه کنه. اگر افغانستان خشکسالی هاش تقریبا حدود 10 ساله مثلا دوام کرده، خب یعنی 10 سال تمام موجودات اکوسیستم ها در معرض خشکسالی قرار گرفته، احتمال از این وجود داره که در آینده همین سناریو تکرار شود. و همچنان به حساب بارندگی هایی که مثلا اتفاق افتاده، حرارت رفته بالا، بارندگی به این میزان آمده پایین. خب این سناریو در گذشته تکرار شده و یک مدت رو دوام کرده و در معرض از قرار گرفته، پس در آینده هم همین قضیه ممکنه اتفاق بیفته. خطرات طبیعی هم به همین حالت، جاهایی که قبلا خطر لغزش داشته، خطر سیلاب داشته، خطر رانش زمین داشته، پس در آینده هم این احتمال وجود داره و عقل سلیم ما را میگه که اول باید خطرات رو شناسایی کنیم، خب در کجا بیشتر هسته و برای یک تدابیر بسنجیم. خب به این حالت است. و اکوسیستم ها، مثلا پوشش جنگلی، ما پوشش جنگلی رو در 10 سال یا 50 سال گذشته بررسی میکنیم. خب در گذشته آب و هوا آمده بالا، بارندگی مثلا کم شده، در اینجا مقدار 20% از بین رفته، کم شده. اگر در آینده 30% اتفاق بیفته یا 40% اتفاق بیفته، با می حالتی که داره کم میشه، در آینده ما میتونیم پیش بینی کنیم که چقدر از این میتونه اتفاق بیفته و صدمه ببینه. وضعیت مراتع هم میتونیم به این حالت بگیریم، وضعیت هیدرولوژی، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی را میتونیم به این حالت بگیریم. به طور مثال ما در گذشته بررسی کردیم بارندگی که زمان کاهش پیدا کنه، سطح آب زیرزمینی کم میشن. دریاهایی که حالت فصلی دارن، دائمی نیستن، اینا خشک میشن. اگر در آینده بارندگی باز مثلا از 200 یا 300 میلیمتر کمتر شود، ما این را در آینده هم میتونیم پیش بینی کنیم. خب و گناه ها مثال
تغییر محدوده و پویایی جمعیت. منظور این است که اگر در گذشته یک تغییرات اقلیمی اتفاق افتاده و باعث از این شده که بعضی گونه‌ها مهاجرت کنه، از یک جایی به یک جای دیگه بره، جای خود از نظر مکانی تغییر بده، یا که جمعیتشون کاهش پیدا کنه، یا بعضی گونه‌ها جمعیتشون افزایش پیدا کنه، پس اگر همین تغییرات اقلیم در آینده ما پیش بینی کرده باشیم، پس ما میتونیم بگیم که همین چیزی که در گذشته سابقه داشته در آینده هم ممکنه اتفاق بیفته. خب میریم ارزیابی حساسیت. ارزیابی حساسیت ما ارزیابی ویژگی‌ها یا خواص ذاتی اجتماعات، اکوسیستم‌ها و گونه‌ها را میگیریم که آنها را مستعد تأثیرات منفی در تغییرات اقلیم میکنه. مثلا اگر اجتماعات ما در نظر بگیریم، مثلا زمین هایی که زراعتی للمی دارن به احتمال زیاد حساستر به خشکسالی هستن که را پیشتر گفتیم و میدانیم. یا اکوسیستم ها. اکوسیستم خب پیشتر گفتیم یعنی بخش بیجان به بخش جاندار میشه یک اکوسیستم. حالا این اکوسیستم هایی که هسته اگر مقاوم به خشکی باشه، خب مقاوم به خشکی باشه، نظر به اکوسیستم هایی که وابسته به آب هست، به رطوبت بیشتر هست، اینا نظر به از او میزان حساسیت کمتری داره. همون قضیه کشالو و گندم هست. خب به این حالت است. یا گونه‌های مثلا ما اگه جانوران رو بررسی کنیم، بعضی جانوران جثه کلانتری دارن، بعضی دیگه بسیار خرد هستن، به همین حالت متفاوت است. اما اونایی که جثه کلانتر دارن معمولا متکاملتر هستن و در مقابل تغییرات اقلیم مقاومت بیشتری را دارن. اما اونایی که خرد هستن اینا دیگه نمیشه. مثلا اگر حالت سرما را در نظر بگیریم، سرما اونایی که خرد هستن به حساب در سرما زود از بین میرن. خب و اینا بیشتر دوست دارن جاهای گرمتر بگردن، اونا رو پیدا کنن که چون در اونجا بهتر میتونن باشن. اینا بس حساسیتشون در به حساب حرارت کمتر میشه. در قسمت حساسیت یک چیزی یادم رفت براتون بگم که میخواستم مثال بزنم. یک گونه حیوانی ما در افغانستان داریم، بومی، به نام پلنگ برفی. خب پلنگ برفی معمولا در کوههای بدخشان، در جاهای سردسیر اینجا هسته. کسایی که دوست هم هسته شاید نامش هم شنیده باشن. زمانی که ما نقشه افغانستان رو بررسی کردیم، نتیجه مدل ها به این حالت بود که تغییرات بارندگی در سمت بدخشان زیاد محسوس نیست، شاید هم زیادتر هم شود، ولی تقریبا ثابت است. اما از نظر تغییرات حرارتی باز بسیار حساس است، یعنی اونجا ما تغییرات حرارتی بیشتری را به حساب شاهد هستیم و این قضیه باعث میشه که مناطق برازی حیوان به حساب گرمتر شود. این حیوان چیزی است که با حالت سرد خو گرفته، یعنی با او شرایط خود تطبیق داده و غذای خودم از اون دامنه و از اونجا پیدا میکنه. اگر مثلا شرایط گرمتر شود اینا شود، شاید دیگه این حساسیتش نسبت به تغییرات حرارتی بالا باشه و باعث شود که مثلا از نظر جمعیتی خطرات بیشتری متوجه از این باشه. خب ارزیابی ظرفیت سازگاری. خب ارزیابی ویژگی‌های درونی و بیرونی، عوامل درونی و بیرونی که ما میتونیم مقدار تاثیر کمتر کنیم، اینا رو میگه در اجتماعات، اکوسیستم ها و گونه‌ها در نظر بگیریم که اینا اجازه داده میشه تا با اثرات احتمالی اقلیم مقابله کنه. اگر اجتماعات در نظر بگیریم، اگر تغییرات اقلیمی بر منابع دیگر تأثیر بگذارد، اجتماعاتی که دارای تنوع معیشتی بیشتر هستند، یعنی گزینه‌های بیشتری رو دارن، اینا کمتر آسیب می‌بینن. اگر 4 تا گزینه داشته باشن، 2 تاش از بین بره، 2 تای دیگه باقی میمونه. اگر 2 تا داشته باشن، یکیش از بین بره، یکیش باقی میمونه. ولی اونایی که محدوده تهیه مواد اولیه‌شون کم باشه، اینا زودتر آسیب می‌بینن. و در نهایت هم و در مورد اکوسیستم ها هم به این حالت است. بعضی اکوسیستم ها متکامل تر هستند، یک پارچه تر هستند، گونه های مختلفی رو دارن، موجودات با تکامل بالا در اینجا وجود داره. اینا میتونن در مقابل تغییرات سازگارتر باشن و در مقابل و به نسبت اکوسیستم هایی که ناقص هستن، یک قسمتش از بین رفته، یک قسمتش صدمه دیده، اینا اگر دوبار سرشون تاثیرات بیاد باز بیشتر آسیب میبینن و سازگاری کمتری را از خودشان نشان میدن. خب گونه ها در اینجا میگه گونه هایی که پراکندگی جغرافیایی بیشتری دارن، مثل یک زن حیوانی که مثلا در کل سرتاسر دنیا هست یا بعضی حشراتی که در سرتاسر دنیا پراکنده هست. اگر تغییرات اقلیم در کل دنیا بیایه،
بعضی مناطق بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره، بعضیا کمتر. اما بقای از اینا در آینده میتونه بهتر باشه. میتونیم بگیم که کمتر نسبت به یک گونه هست در یک منطقه خاص است، اونجا تغییرات می کلا از بین میره. یکی پراکنده است، در 10 جا از بین میاد، جای 11 باز میمونه. باز این نسبت به باز میتونیم بگیم کمتر است. پس که پراکندگی گونه ها میتونه چی شود؟ میتونه باعث سازگاری بهتر با او تغییرات شود. خب در نهایت ارزیابی سازگاری را اگر بخوایم با یک فرمول برای شما بگیم به این حالت است: در معرض قرار گرفتن که ورودی ما بود و عامل منفی بود، این ضرب میشه در حساسیت. حساسیت هم عامل منفی است، حساسیت بالا یعنی بد است. به این حالت ضرب میشه و چون ظرفیت سازگاری یک عامل مثبت، یک فاکتور مثبت بود، تقسیم بر از اون میشه و در نهایت نتیجه حاصل میزان ارزیابی رو بر ما نشان میده. حالا چند سناریو رو با هم دیگه دنبال کنیم. در نظر بگیرین یک گونه زیاد در معرض تغییرات قرار میگیره، از این طرف حساسیتش هم بالاست، خب، و از طرف دیگه سازگاریش هم پایین است. این چی میشه؟ آسیب پذیریش بسیار شدید میشه. حالا به این حالت در نظر بگیرین در معرض زیاد قرار میگیره ولی حساسیتش کم است. در نهایت اگه دو تا را ضرب کنین یک حالت اوسط به دست میاد. درست؟ اگر باز یک ظرفیتی را مثلا قابلیت ظرفیت انطباق داشته باشه، بازم آسیب پذیری متوسطی را داره. ولی حالت را مثلا اگر ای بالا باشه پایین، بازم همین حالت میشه، چون ضرب هست باز حالت تاثیرپذیری متوسط تقریبا داره. ولی این حالت در نظر بگیرین هر دوی از اینا پایین باشه، هر دوی از اینا پایین باشه، از این طرف سازگاری از اینا بالاتر باشه، چی میشه؟ هیچ آسیبی نمیبینه. خب حالا این حالت در نظر بگیرین در معرض قرار گرفتن کم باشه، نیه که ایج نباشه، کم باشه، حساسیتش هم کم باشه ولی هیچ ظرفیت سازگاری نداشته باشه، این چی میشه؟ آسیب پذیری زیاد میشه. چرا؟ چرا؟ به خاطر از اینکه تغییرات کم به وجود آمده ولی حتی توانایی از زیرم نداره که با همون تغییرات کم هم خود تطبیق بده. پس این آسیب پذیریش بالا میره. خب یعنی حالت کلی است که تقریبا این پروسه ما ارزیابی را به حساب دنبال میکنیم و به نتیجه میرسیم. خب سوالات آخر. سوال 1: اجزای سه‌گانه آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیم کدامند؟ کدام بودن؟ در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری. حالا این سوال دوم: افزایش حرارت و خشکسالی نمونه از کدام او سه تا جزئی بود که بالا نام گرفتیم؟ حساسیت، در معرض قرار گرفتن. خیلی کسی که میگه حساسیت از خودش دفاع کنه. در معرض قرار گرفتن بازم دفاع کنه. ها؟ آفرین. در معرض قرار گرفتن ما یک سوال از خودمون پرسان میکردیم، میگفتیم کدام عوامل تاثیرگذار هستن و باعث میشن. خب ما این را پرسان میکردیم، این هم عوامل است دیگه. خب پس به این حالت پس این میشه در معرض قرار گرفتن، یعنی جز از او گزینه میشه. سوم: 4 مرحله‌ای که برای انجام ارزیابی آسیب پذیری تغییرات اقلیمی انجام میدادیم کدام ها بودن؟ خب از اول بگین. اولش چی بود؟ اول تعیین هدف. آفرین. جمع‌آوری دیتا. خب و پلان گذاری. آفرین. به همین حالت خلاصه اینا بودن. حالا این سوال برای ما بگین درست است یا نادرست است. همه اجتماعاتی که گرمایش 2 درجه سانتیگراد را تجربه میکنند به یک اندازه در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند. چرا نادرست است؟ خب چون او 3 تا اجزایی که ما گفتیم متفاوت است در هر گونه، به خاطر از پس یکسان نیست. خب خلاصه چیزی که امروز برای شما گفتیم به این حالت بود: ارزیابی آسیب پذیری تغییرات اقلیم ابزار قدرتمندی برای ارزیابی آسیب پذیری اجتماعات، اکوسیستم ها و گونه ها در مقابل تغییرات اقلیمی است. و دوم، آسیب پذیری بر پایه ترکیبی از 3 تا عنصر هست: در معرض قرار گرفتن، حساسیت و ظرفیت سازگاری. و ارزیابی آسیب پذیری باید پروسه‌ای را دنبال کنه که شامل اینا میشه: محدوده ارزیابی یا هم تعیین اهداف،
جمع‌آوری دیتای مرتبط، ارزیابی اجزای آسیب پذیری و به کارگیری او اطلاعاتی که در قبل جمع کردیم در پلانگذاری سازگاری و نتایج ارزیابی های آسیب پذیری به درک بهتر آسیب های نسبی اجتماعی اکوسیستم ها و گونه ها و عوامل محرک این آسیب پذیری به ما کمک میکنه که بهتر بتونیم این را درک کنیم. همیشه یادتان باشه هر چیزی که بررسی میشه اول چیز عواملی که به حساب هسته مشکل ای پیدا میشه و تأثیری که میگذاره ای تأثیر پیدا میشه و در مقابل همین تأثیری که پیدا میشه در اینجا راه حل سنجیده میشه. خب راه حل یا عوامل باید ما کم کنیم یا میزان تأثیر باید کم کنیم. خب که در اینجا باید دو پلانگذاری بر ما روشن میشه که ما بیشتر سر کدامش میتونیم. مثلا سر تغییرات اقلیم اگر جهانی باشه ما در یک حالت خرد مقیاس خرد شاید او را نتونیم ولی میتونیم ظرفیت سازگاری رو بالا ببریم. خب اینی کار حداقل میتونیم. مثلا در افغانستان آلودگی هوا زیاد است. حالا یک تغییر است نه؟ برای آلودگی هوا چه کار میتونیم بکنیم؟ آیا میتونیم حالت جهانی رفتار کنیم؟ نه. تنها کاری که میتونیم انجام بدیم یک سری قوانین مثل از اینکه موتورها باید معاینه تکنیکی داشته باشه، موتورهای کهنه را وسو کنیم، نمیدونم برای از اینا فیلتر در نظر بگیریم، اینا غیر از اینا کاری نمیتونیم. اینا فقط باعث از این میشه که ما هم قسمت سوم یا ظرفیت سازگاری رو بالا ببریم. خب تشکر. اگر سوال چیزی هست که در خدمت هستم.